بچه‌ها تو این ویدیو قرار بهشون آموزش بدم که همین عکسو هر جور دوست داری درست کنی. همینجوری الان صدا میاد چون ما بیرونیم، دلیل زیادی نداره، ماشین داره. ما اول بریم داخل برنامه اینشات، اگه نداریش داخل چنل روبیکامون هست بریم. او مای گاد، این برنامه اینشات. خب حالا امشب داخل اکس ویدیو، داخل ویدیو هم میشه فقط یکم بد میکنه. میرم داخل این عکسی که ساخته بودم. آقا شما داخل اون اضافه رو میزنید، عکس دوست ساده کردیم که ساده اینجا 5 ثانیه بدون اینترنت هم چیز میشه. ما از اینجا در بیار، برو داخل برنامه اینشات، عکس رو بزن، به اضافه رو بزن، بعد اینجا دنبال هر عکسی که دوست داری بگرد. عکس 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 من تا عکس رو پیدا کنم ویدیو رو استاپ میکنم. اینم از عکس. بعد اینجا دنبال برش میگرد. وای خط کردن. برش رو میزنید، این برش رو میزنید تو 1 ثانیه میتونه تیچ رو میزنه. بعدش میرید داخل پس زمینه رو میزنید، میرید داخل گالری، دنبال یه عکس میگردید. من ویدیو رو استاپ میکنم تا پیدا کنم. اینم از این. بعد این تیکه رو میزنید. بعد من به طرز دلخواه خودم رو این مینویسم. باشه خفن بود. رو این مینویسم واسه اینم تا میتونید از اینجا عوض کنید طرحشو. بسونیم چه طرحی بنویسیم. طرحی نه، این طرحی هم نه، این فکر کنم خوب باشه. آره این تیک بغل رو میزنید، دوباره روش کلیک میکنید، مداد میزنید، ویرایش رو میزنید، میاد اینجا. بعد اینجا نقطه، بعد مینویسی هر که دوست داری. خب نقطه این آرم کانالمون. بعد اینو اینطوری بام هر جا که دوست داری میزنی، که من اینطوری کج دوست دارم، صافم میشه. میخوام بزنم رو لباسم. بچه ها حذفش کردم، من ویدیو رو اسکاپ کنم دوباره بنویسم. خب بچه ها نوشتم. رو لباس زدن خیلی سخته، پس رو لباس نمیزنیم، اینجا رو بزرگ میکنیم. حالا برای شروع ویدیو مثلا من اینجا اینو اینطوری کنم، صادرات رو بزنیم. این حالا صادر شد. بعدش چیزه، برید داخل گالریتون و اصلا برید از این شد یه عکس درست کنیم که ما بریم این کار درست کنیم. خب بچه ها میان اینجا و دنبال گالری میگردید. فکر کنم اینجا نباشه، اینجا نیست. میرید داخل عکسای گوش، گالری میان داخل اینجا. بعد رو صفحه کلیک میکنید، این مداد بغل رو میزنید، این میاره. بعد روی مداد و عکس میزنید، برچسب ها. بعد میرید داخل گالری. نه اینجا عکس گالری رو میزنی. البته او برده، نه این فکر کنم نیست. این گالری رو میزنی، به اضافه رو هرم میزنی، اینو میزنی و دیگه همین دیگه. بعدی رو بزن. بعد این شد. حالا حل. بعدش کجا من بذارم؟ بعدش میزنه رو متن. اینجا می نویسی
آموزش اینشات. بعد اینجا از من رنگ سفید دوست دارم. انجام شده بالا رو میزنی و یکم بزرگش میکنی. سفر مثل قبلی مثلا اینم زیر پاش میتونم بذارم. آموزش اینشات. نه این رو بذاریم. اینطوری بذار. اینو من اینطوری بذارم. نه اینجا بیرون از صفحه اینجا کوچیکترش کنیم. اینطوری اینو یه جورایی باید برعکس کنیم. بعد از این میان اینجا یکم کنارتر اصلا بذاریم اینجا. درست ذخیره رو میزنی و آموزش اینشات. بعد همینو تو برنامه VM میذاری اولش که هر کی میبینه یا تو اولش این عکسه هست اونجا میبینه آموزش اینشات. تا ویدیو بعدی خداحافظ.